وجیه رستگار و فرید رستگار، دو هنرمند سابق دار وطن که در خارج از افغانستان زندگی می کند، اکنون غمدار شدند و از دست دادن الگوی هنریشان باعث غم برایشان شده و اینکه این الگوی هنری این دو هنرمند موفق کشور کی بود که باعث درد و رنج برای خانم وجیه شده است، ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی، ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب ما. خانم رستگار که از چندین سال از در خارج از افغانستان زندگی می کند و از جمله هنرمندان ناماشنای وطن است که همیشه با آهنگهایش طنین انداز در قلبهای طرفدارانش بوده است. خانم رستگار و شوهرش مدت زیادی می شود که از برگزاری کنسرت خودداری کردند و گفته است وطن و وطندارانم در حالت نیست که باید من کنسرت اجرا بکنم. خانم وجیه زاده سال 1967 میلادی در شهر کابل می باشد. خانم وجیه نخستین آهنگ خود را در سال 1982 در یکی از کنسرت هایی که در تالار لیسه استقلال کابل برگزار شده بود اجرا کرد. وی در سال 1984 با فرید رستگار خواننده و آهنگساز ازدواج کرد. این زوج دارای 4 فرزند هستند. وجیه به همراه همسرش فرید رستگار تاکنون دارای 6 آلبوم مشترک هستند و در سال 1992 به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت کرد و در حال حاضر ساکن شهر هامبورگ آلمان است. اکنون خانم رستگار با از دست دادن الگوی هنری خود یعنی خانم قمرگل غمدار شده و وفات خانم قمرگل باعث رنج و آزار خانم وجیه شده. در صفحه اینستاگرام خود از بین رفتن خانم قمرگل را چنین بیان کرده است: امروز را متاسفانه با خبر ناگوار سفر بی برگشت اسطوره موسیقی ما خانم قمرگل آغاز کردم که برایم خیلی دردناک بود و با تمام وجود غمگینم. او رسالتش را با بهترین شکل ممکن در برابر هنر و مردمش ادا کرد و بهترین آهنگها را ثبت تاریخ موسیقی ما کرد. نبودش سایه بزرگ است در جامعه موسیقی ما. روحش شاد و یادش گرامی باد. میرمن قمرگل فرزند خان شیرین بود که از همان طفولیت در محافل خوشی هموطنان خود در ننگرهار اشتراک میکرد و صدایش گوشنواز مردمش شده بود. قمرگل افغان کانادایی تبار بود که به عنوان دومین زن آوازخوان پشتو زبان بود. قمرگل پیشکسوت موسیقی افغانستان بود و نزدیک به 5 فعالیت حرفه‌ای داشت. سرانجام خانم قمرگل در 18 قوس 1401 در سن 70 سالگی درگذشت. او 3 پسر و 3 دختر از خود به جا گذاشت. خانم قمرگل لقب بلبل افغانستان را از طرف حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دریافت کرده بود. ما برای میرمن قمرگل بهشت برین را خواهان هستیم و برای خانم وجیه رستگار آرزوی موفقیت‌های بیشتر را تمنا داریم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را پیرامون این موضوع در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ممنون که تا این دم بیننده ویدیوی من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.